السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، تندرست هستید، همیشه خوب مانید. دوستان عزیز، رحمت برای کامنتاری های خوبتان، رحمت برای دستگیری کانال ما. خداوند از هر یکی شما راضی باشد. در اینجا امروز من یک نمود فطیری با مزه آماده کردم، حتما با ما باشید. در اینجا به ما 300 میلی لیتر آب خنک و بالایش من یک قاشقچه نمک، نیم قاشقچه سالده به ما لازم است. نقض کرد این محصولاتمان را تا آمیخته شویش انمینتر تا نمک وهاش آب شدنه آمیخته میکنیم. و بالایش تخمینا 500-600 گرم آرد همراه میکنیم. نقض کرد خمیرمان را سخت کرد میشوریم. کسانی که به کانال ما آبونه نیستند حتما آبونه شوید. دستگیری را فراموش نکنید. دوستان عزیز، ویدیوهای نقصتر و جالبتر در پیش است. به دوستانتان فرستید تا که آنها هم از ویدیوهای ما بیخبر نمانند. پدیلیت کنید. من خمیرمان را انمینتر سخت که میشوریم. من چطوری که میبینید خمیری ما تیار شد. خمیر باید همین طرف بیاد. اکنون این را من به زوالچه ها تقسیم کرده. من این طرف به 4 تا زوالچه تقسیم کرده. در مدت 15 دقیقه این خمیرمان را دم میدیم. بالایش را پشت میمانیم 15 دقیقه. باید نقص که دم گیرد. من بعد از 15 دقیقه خمیرمان را گرفته همین طرف من اکنون میکشایم. تو نوک کرده کشاده. اکنون من به بالایش روغن را آب کرده. روغنی ما سلیویچنی مثلا با همراهی روغنی گاوی آب کرده شده. آب کرده به بالایش به قبطش من همینتر میمالم. زواله ها را همش را بالا به بالا کرده. همینتر من چطوری که خودتان میبینید من همینتر من دویم زواله ها ما را مانده. همینتر من اکنون اینش را هم همینتر روغن میکنم. حتما تیار کنید. فطیری به نهایت به مزه بیاد. برای قروتاب، برای خوردن، هم تو خوردن خیلی به مزه بیاد. حتما تیار کنید دخترها. رسپتی آسان است. من اکنون این را همینتر میپیچانیم. من به مثل خمیری سمبوسه یعنی پیچانده. اکنون ما همینتر خمیر را همینتر کرده بریده. من چطوری که میبینید من همینتر بریده. کمتر سخت‌تر بیاد اهمیت نمیدیم. این را
گرفته مانده نمیده نغز که با جواب راست میکنیم. من اکنون نمیده سخت که میشد این را سخت که میشد نمیده ما راست کرده یعنی نامپرامو را زده بالایش را 15-20 دقیقه یعنی پوشیده میمانیم. من اکنون فطیری ما دم گرفت. اکنون به بالایش من یک دانه زردی تخم با همراهی یک قاشق شیر به بالایش یک قاشق شیر اضافه کرده به بالای فطیر ما نمیتر میبالیم. اکنون ما برای آرایشی روش نمیتر کنجیت را با کنجیت آرا دادم در درجه 180 گرادوس میپزیم. من چطوری که میبینید فطیری هم خوشرو آمد هم با مزه. حتما برای عائله خودتان برای فرزندای خودتان آماده کنید. به نهایت به محسن بیاد حتما آماده کنید. من اکنون یک تا فطیرامو شکسته یعنی قبطش را به شما نشان میدیم. من چطوری که میبینید قبطش ورقش همش معلوم. حتما تیار کنید تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر دوستان عزیز.